از عوامل پشت صحنه فقط پای دوربین. امروز میخوام قشنگترین گل دنیا رو بکارم. اون گلی نیست بجز گل نرگس. اینا هم که میبینید پیازای گل نرگسن. حالا اینا رو کجا بکارم؟ اینور، اونور، اینجا جاش خوبه. الان جاشو درست میکنم. بله اینطوری شد. با سنگچین درست کردم، تازه کنار راه هم هست. پیازای گلو کاشتم توش، روشونم خاک ریختم. منتظرش میمونیم تا گل بده. پدرم گفت برو انار بکن. من نمیدونم این به چی وصل بود که آها، انقدر خوشم میاد از اناری که اینطوری میشه. حالا مزه‌شو یه تست کنیم. رنگش که خوبه، مزه‌ش هم عالی بود. حالا یه انار دیگه عالی بود چیه؟ مزه انار میداد. همه انارا رو که کندم رفتم با داداشم گردو بکنم. اول گردوهایی که دستمون میرسه رو میکنیم، بعدش اونایی که دستمون نمیرسه رو با چوب میزنیم میافتن زیر درخت. بعد همه رو جمع میکنیم. عجب روز پرکاری بوده. آخرش خستگیمون با دیدن این آسمون رفت. من دانیالم، تا ولاگ بعد. خداحافظ شما.